سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشه. امیدوارم حالتون خوب باشه. من یه چیز رو آماده کردم، خودم نوشتم و کمک از دوستم گرفتم. بسیار متن خوبیه، خیلی سختی کشیدیم در بیاریم متن خوب، اما متن بسیار دردسر بود، اما متن انگیزشی خوب. بریم. لای بومی دو، نه به امید خیر روزگار. داستان انگیزشی برنشی. میدونی بیشتر آدما چرا ایش به رویاش نمیرسن؟ چون قبل از اینکه حتی شروع کنن تسلیم میشن. همیشه بومیا میارن که بخت ندارن، پول ندارن، استعداد ندارن، اما یه حقیقت وجود داره که هیچ کس با بین تلاشی و قهرمان نشده. امروز میخوام داستان کسی رو بگم همه چیز علایش بود ولی تسلیم نشد. داستان ایمان، پسری که از صفر معطل شروع کرده اما تصمیم گرفت زندگیش رو تغییر بده. نه فردا، نه سال بعد، همین امروز. شروع سختیاشم میگم. اما توی یه خانواده فقیر به دنیا آمده بود. نه پول، نه امارتی، نه حتی امیدی. هر روز به درش میگفت زندگی عمیه، آدما مثل ما هیچ بر موفق نمیشه. دنبال رویا نرو. ولی اما یه چیز تو دلشم داشت، یه صدای درونی میگفت تو برای این سخت زندگی ساخته نشدی. تو میتونی بیشتر ایران باشی. اما مسیر آسمون نبود. دوستاش مسرقش میکرد. معلومان باورش نداشتن. حتی وقتی برای اولین بار ایدهش رو بهش شروع کارش معطل کرد. همه گفتن تو دیوانه‌ای، شکست میخوری. میدونی آما چی کار کرد؟ به همه لغمه زد و سکوت کرد، چون فهمیده بود موفق یا با حرف زدن نمیامد، با عمل کردن میامد. نقطه تصمیمشم میگم. یه شب آما تصمیم گرفت که دیگر منتظر هیچ کس نمونه. ساعت 4 صبح بیدار شد. دبیر کتاب خواند. روح خودش کار کرد. هر روز 12 ساعت کار میکرد ولی خسته میشد و بدنش داد میزد که دیگه نمیتونی. به خودشم میگفت یه قدم دیگه و یه قدم دیگه. همین قدم فهم میساخت. مارا گذشت. همه هنوزم مسرقش میکرد، اما کم کم نتیجه ظاهر شدن. ولی درآمدش اولی موفق و اولی بار که دیگران فهمید این پسر تحصیل ناپذیر واقعا جدیه، تو کارش هم جدیه.
اوج گرفتاری. بعد از 2 ساعت وقت و شکست پشت سرم، آما و کسب بار خودش را ساخت، نه با شانس، نه با کمک کسی، بلکه با خون عرق اشکاش. عروس صبح که بیدار میشد به گذشته نگاه میکرد، با خودش میگه اگر اون شب تصمیم شده بودم که هیچ کدوم از اینا نبود. اما اینجا مهمه، موفق برای آما پایان‌راه نبود. اون فهمید موفق و واقعی این نیست که پول داشته باشی معروف بشی، اما موفق یعنی بتونی علامتش با بقیه باشی، بتونی به آدم‌ها که فکر میکنی و نمیتونه نشون بدی که میتونی. اما پایام اسمت این داستان انگیزشی. اما از تو میپرسم، چند بار تو زندگی به خودت گفتی نمیتونم؟ چند بار قبل از اینکه حتی امتحان کنم تصمیم شدی؟ این روز همون روزه که میتوانی و راه برگردونی، نه فردا، نه هفته بعد، همین تصمیم بگیر آما دیگه برای نیایی. عروس یه قدم ولی خسته، چون قدم‌های گوشی رو تو به جایی میرسونی و روزی ولی تو رویات میدیدی. هیچ کس یادت بمون باشه، هیچ کس برای تو قهرمان نمیسازن. خودت برای قهرمان زندگی خودت باید باشی. اگر امروز شروع کنی روزی میرسونه که همه میگن چون میتونستی و تو لبخند میزنی، میگفت من تسلیم نشدم باستم. این داستان من. نگاه کن عزیزان، هیچ وقت تسلیم نشین، قوی باشین، قوی. منو فالو کنین، سابسکرایب دیدار دوباره.